تنگه براق، آنچه خوبان همه یک جا دارند. برای بازدید از این بهشت گم شده به طرف شهر سده حرکت میکنیم و هر امکاناتی که نیاز داریم رو میتونیم در شهر سده تهیه کنیم، چون در ادامه مسیر امکانات خاصی وجود نداره. مسیر تا تنگه همواره و چالش خاصی ندارید. هم میتونید با ماشین شخصی به تنگه سفر کنید و هم با تورهای گردشگری. از جاهای گردشگری تنگه براق میشه به غار آهکی و کتیبه تاریخی شاپور یکم، دومین پادشاه ساسانی هم اشاره کرد. برای اقامت هم میتونید کمپ بزنید و هم از خانه‌های روستایی اطراف استفاده کنید. بهترین زمان سفر به تنگه براق اواسط بهار تا اواسط تابستونه و میشه اونجا یک نیم روز دلانگیز رو برای خودتون و خانواده و دوستان رقم بزنید. از نکات ایمنی هم میشه به وجود حوضچه‌های عمیق و دارای صخره‌های تیز و خطرناک و مسیر لیز غار آهکی اشاره کرد. پس از شیرجه زدن توی حوضچه‌های آب خودداری کنید و کفش مناسب هم فراموشتون نشه. سکوهای برای نشستن و سرویس بهداشتی تنها امکانات رفاهی تنگه است و هیچ رستوران و کافه و مغازه خاصی تا نیم ساعتی تنگه وجود نداره. عدد 4.5 هم یک معیار سنجش خیلی خوبه که نشون میده تقریبا همه طبیعتگردا از سفر به تنگه براق راضی بودن. القصه که تنگه براق ترکیب بی‌نظیری از درختان در هم تنیده، صخره‌های عظیم، آبشارهای مرتفع و حوضچه‌های خنک و زلاله که تقریباً تبدیل به یک بهشت زمینی شده.